I did it! Oh my gosh, it's really hurting now. امروز من باز میخوام یه کار هیجان انگیز بکنم. میخوام دوباره برای خودم تو خونه پیرسینگ بزنم. پیرسینگ هلیکس بزنم. اول از همه باید موامون رو کامل جمع کنیم. وسیله‌های مورد نیاز. اول از همه شما پیرسینگتون رو آماده داشته باشید. نیاز داریم به آنژوکت، قیچی که بهش الکل میزنیم که یکم تمیز بشه و یه جعبه کمک‌های اولیه که بتادین و الکلش رو میخوایم. و آره دیگه بدون بی‌حسی کارو کنم. بینی من بدون پیرسینگ کردم و واقعا خیلی درد داشت. یه روش بهتون یاد بدم که چجوری بدون بی‌حسی درد کمتری داشته باشید. و باید بینگ رو کنم تو این باید بذارم خشک بشه، چون اگه الان تمیزش کنم باز هی خون میاد باید بذارم 100-200 بعد